دوستای عزیز، امیدوارم که جور و صحتمند باشین. در هر گوشه جهان که هستیم، امروز در یک از برنامه‌های محرمی و عاشورایی آمدیم که عموما در به خصوص روز عاشورا مردم نظرات مختلف را دارن که در شهر در بین مردم توزیع میکنن. امروز ما هم در یک از هیئت‌هایی که در خانه ها برگزار میشه در اینجا آمدیم که قرار است برای شما عزیزا یک ویدیوی تهیه کنیم از جریان یک از غذاهای محلی که درست میشه به نام گوشت کوچه. از این میخوایم یک ویدیو بگیریم و برای شما مراحل پختنش نشان بدیم که چی غذای خوشمزه و بسیار مقوی محلی که فکر کنم اصطلاح ایرانیش هم حلیم میگه آماده کنیم. ببینیم که مراحل ساخت از چه قسم هست، چگونه جور میشه، که البته قبلا گوسفندا را علال کردن آوردن اینجا گوشت را آماده گذاشتن. بعد از ببینیم مراحل ساخت بعدیش چه قسم است. این هم یک مقداری فکر کنم گندم هست. باش ما یک دهنه زیر باز کنید ببینم. ماشت که داره زیر کنم باز شد. مشکی یک سعی کردیم که یکی از محتویات یا موادایی که از بلدیزی با کار برده میشه، یکی خوب مواد اصلیش گوشته، دیگه هم در این قسمت فکر کنم گندومه. گندم پاک آماده کردن که انشالله چگونگی پختن و آماده کردن چیره باز با هم دیگه میبینیم که چیره خمی پخته میشه. مسئولی اصلی پختم فکر کنم که آقا صاحب بزرگوار است که ازی اکثر دوستا قد از چهره نورانیش آشنا هستن که این بزرگوار قرار است این چیره گوشت کوچه آماده کنه. این دیگایی است که برای پختن ازی هست که امروز ما بعد از ظهر آمدیم اینا را آماده منیم. بعد شب فکر کنم تا صبح قرار زیر از یا آتیش شود تا فردا ای کامل آماده شود. انشالله با تمام مراحل را همراه آقا صاحب خواد بودیم تا ببینیم که چی رقم جور میشه. شما هم همراه ما باشین انشالله که ببینیم این گوشت کوچه چی رقم پخته میشه. خب آقا صاحب بزرگوار، اینالی تو مسئول پخت و پزی گوشت کوچه بگی که موادهای لازم ده بلده ساخت گوشت کوچه چی چیزا را اول باید باشد؟ خود در حال پاک کردن پیازی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه دوستا و بیننده های محترم. گوشت کوچه یکی از غذاهایی که معمولا در گذشته ها در ایام عزاداری دهه عاشورا فقط پخته میشد و بعداً مردم در مراسم های مثل فاتحه خوانی، چهلم اینا هم پخته میکنه و بر مردم به عنوان نظر توزیع میکنه. گوشت کوچه بیشتر از مناطق اطراف مخصوصا ولایت میدان وردک، ولسوالی بیسود بیشتر رواج بوده در گذشته حال. فعلا در کابل هم رواج شده. در مناطق ما پختن زیر از پدر و پدرکلانای ما یاد گرفتیم و این سال بار دومه که ما در کابل به نظر محرم گوشت کوچه پخته میکنم. در اطراف گوشت کوچه را فقط گوشت و برنج چه گندم را میندازه، ولی در کابل به خاطر که طعم متفاوتری پیدا کنه مردم از پیاز استفاده میکنه. پیاز را رنده میکنه، پیاز میندازه، دیگه سیر میندازه، مرج میندازه به خاطر کمی تندتر شوه و دیگه چیزی خاصی نداره. روش پختنش هم که ما شما حتما تا آخر قرار صحبت آقای شریفی متوجه خواهد شدین. حالا ما اینا رو آماده میکنیم، گوشت میشوریم، گندم میشوریم، پیاز رنده میکنیم، مرج توته میکنیم، سیرم میکوبیم. اینا رو همه‌اش رو با هم با یک مقدار آب زیاد میندازیم و حرارت زیر دیگم خوب زیاد بمانیم. بعد از یک مدتی که گندم کم کم لعاب بگیره و گوشت کمی بیتکه، بعد از او با بسیار حرارت پایین شو تا صبح مانده میشه و صبح 2 ساعت پیش از این که ما توزیع رو شروع کنیم میره سوته میزنیم و مخلوط میکنیم. همین مراحل. تشکر. انشالله هستیم باز ادامه شب هم کار منیم و ببینیم که چه رقم آماده میشه. در این مرحله
احمدی صاحب در حال تقسیم کردن گوشت است که هر دو را برابر با در هر دو دیگ به اندازه یکسان باشد. گوشت در حال تیکه تیکه کردنش است. باش ببینیم چی کار مونه بزرگ. این دوستا کم کم ما با قدی آواز در کنار با شما همکاری کنم دیگه کار کزیسم برنامه قرضی این پیازا رو خورد منیم که ببینیم که چی کار مونه بعد از که کارا زودتر روبراشون. البته آرچ همکاری کنیم یا نکنیم پختن از فکر کنیم 24 ساعت کمتر یا بیشتر زمان در بر میگیره. بنيان قسم وآخرت بأله والله ذلك اللهم لعن أصابة التي جاءت الحسين فالشايد والبايد والتابت أن قتله اللهم مرحله گوشت و گندم را خوب تمیز بشه انشاءالله برای پختن و انداختن دیگ آماده شود. السلام علیک یا ابا عبدالله. عاشقانه این حالا آقا ای رقم کدی بازاو مندازی؟ این مرحله دوستای عزیز دی مرحله گندم را همراهی گوشت میتر زنده و سلمت داخل دیگ میندازه. بعد از اون او سرش علاوه مونن و گاز رو سرش روشن میکنه تا شروع کنه به جوش خوردن تا در نهایت کم کمی نرم شود. ببینیم که دامیزی کارو چی رقم پیش خواهد رفت.
گرامی را یک استقبال و قدرش بفرستید. مادران برم سلام. سلامتی سر خودتون. افسران دکتر رشید همه خواهر و برادر جوانمان در هر گوشه و کنار که هستند، چه مسافر که اینجا هستند، سلامتی سر همهشون بیمه شوند. بلند سلام. سلامتی سر کودکان اینجا و یادبود علی از برای امام حسین جمع شد و آمد. در این مرحله پیاز را اضافه کنیم. پیاز رو زنده اضافه منی آقا؟ آره بس اینش قدازش. شلینگ اثر شد صاف و کش کن. خب تا این مرحله را که آغاز پیاز و گوشت و گندم را انداختن و بعد آب را اضافه کرد دیگه. گاز را هم مجاقای گاز را روشن کردن که تقریبا 12 ساعت دیگه ای باید نمی داخل از بجوشه و تا ای که آماده شود کم کم. بعد از او شروع منه به تکان دادن و شور دادنش تا استخوان و گوشت ناس هم جدا شود که انشالله او صحنه ها هم با هم دیگه خواهیم دید. یک چیز دیگه هست دلک کار نیست کشون مثلا ایوز گوز که دونشوه نیه نموشت نه یاوش کمه دیگه که من ایلا آقای رحیمی چیکار نی؟ سر پوست نی؟ سیر هموت پوست میشه؟ در مرحله بعدی که سیر و اینا رو خرد میکنیم و در باقی مواد هایی که قبلا دیدین اضافه مونن. مرج هست و مرج دلمه هست و همچنان سیر. دوستان بالاخره گوشت کوچه ما بعد از چندین ساعت جوشاندن آماده شده برای ترکیب کردن و هم زدن تا خوب صحیح آماده شود گوشت کوچه خوشمزه جور شود. این تقریبا دیروز از ساعت 5 بعد از ظهر تا حالا ساعت 9 هست جوشانده شده. هم گوشت و هم گندم و باقی محتویاتی که داری انداخته بود کاملا آماده شده که ترکیب شود. آقای احمدی هم که آشپز هست اینا به خیر شروع کرد به ترکیب کردن از اینا. باقی دوستا هم جمع شدن تا ایره با کمک هم خوب ترکیب کنه و در نهایت کاملا آماده و ترکیب شد. بعد از
دیگه به خیر استخوان نایشان را جدا مونه از داخلش میکشه که انشاءالله دو قسمت هم ویدیوی نایش میبینین. بعد در نهایت آماده میشه برای توضیح کردن که ما همینجا هستیم و از جریان پختن و آماده کردن انشاءالله برای دوستا ویدیو خواهد گرفتیم. دست بطن نه مشک بدوش حسین جان مرا سوی طفلان مبر. نه دست بطن نه مشک بدوش حسین جان مرا سوی طفلان مبر. بگو نه دست بطن حسین جان مرا جان مبر. حسین آفتاب درخشندم حسین آفتاب درخشندم من از هرچه غیر تو دل کندم من از هرچه غیر تو دل کندم. مبادا مرا سوی خیمه بری. نه دست بطن نه مشک بدوش حسین جان مرا سوی طفلان مبر. نه دست بطن نه مشک بدوش حسین جان مرا سوی نه دست بطن نان بری. مبادا مرا سوی طفلان بریم. آتش شعله‌ور کرده جانی تو را آتش شعله‌ور کرده جانی تو را که سوزانده لعل لبانی تو را که سوزانده لعل لبانی تو را. حسین ای گل گلشن فاطمه حسین ای گل گلشن فاطمه. مبادا ببینم خزان تو را مبادا ببینم خزان تو را. نه دست بطن نه مشک بدوش حسین جان مرا سوی طفلان. نه دست بطن ببر حسین جان مرا بر بسوی حرم مرا با خدای یار قرآن مبر. مرا با خدای یار قرآن مبر. رسید انتظار آخر ای سرورم رسید انتظار آخر ای سرورم. مهیای دیدار پیغمبرم مهیای دیدار پیغمبرم. اگر مادرم نست و در کربلا بود روی دامان زهرا سرم بود روی دامان زهرا سرم. نه دست بطن نه دست بطن مبر. نام برادر را از تو شنیدم من بسوی تو عباس همه دویدم من. روی زمین دیدم دست علم دارم روی زمین دیدم مشک سپه دارم مشک سپه دارم. برادرم عباس برادرم عباس برادرم عباس
برادرم عباس، برادرم عباس. ساقه این لشکر چرا زمین خوردی؟ ساقه این لشکر چرا زمین خوردی؟ ای وارث حیدر چرا زمین خوردی؟ چرا زمین خوردی؟ چرا زمین خوردی؟ خون علی در رگ فاتح میدانی، دست علمگیری حافظ قرآنی، حافظ قرآنی. برادرم عباس، برادرم عباس، برادرم عباس. تا به زمین خوردی، تا به زمین خوردی، همه توانم رفت. تا به زمین خوردی، همه توانم رفت. برادرم عباس دیدی جانم رفت، دیدی که جانم رفت. ادرک اخا گفتی تو با لب تشنه، روی تن دیدم زخم ز یک دشنه. روی زمین افتاد دست علمگیرد، خلق جهان گشتن عباس دلگیرد. باب الهوایی جی میر و علم دارم، باب الهوایی جی میر و علم دارم. برادرم عباس، برادرم عباس، برادرم عباس، برادرم عباس. گریه نکن دیگر تا توانم رفت، گریه نکن دیگر تا توانم رفت. عزیزتر از جانم ببین جانم رفت. شرمندم از تو از کامیت شانم، جانت فدا کردی جانم به قربانت. علقمه تا خیمه راه درازی شد، روزه تو عباس سوز و گدازی شد. باب الهوایی جی میر و علم دارم، برادرم عباس، برادرم عباس، برادرم عباس، برادر عباس. عباس عمود خیمه را کشیدم آن دم، امید خیمه را همی بریدم من، همی بریدم من. تو رفتی و تنهای شدم در این صحرای، دعا برایم کن به ناله زهرا. خدا به تو دادن بانو پرو پرواز، قلم شده بازو چشم تو گشته راز. نام برادر رای از تو
شنیدم من به سوی تو عباس همه دویدم من برادرم عباس برادرم عباس برادرم عباس است به یاد اهل حرم یا حسین گویم به سمت گودال از خیمه دویدم من چون جلوتر بود در رسیدم من به سمت گودال از خیمه دویدم من چون جلوتر بود در رسیدم من به سمت گودال خیمه دویدم من شم جلوتر بود در رسیدم من به سمت گودال از دم من شم جلوتر بود در رسیدم من سر تو دعوا بود ناله کشیدم من سر تو را بردن در رسیدم من سر تو دعوا بود ناله کشیدم من سر تو را بردن در رسیدم من به سمت گودال از خیمه دویدم من شم جلوتر بود در رسیدم من به سمت گودال از خیمه دویدم من شم جلوتر بود دم من عزیز خواهر غریب مادر عزیز خواهر غریب مادر بگو عزیز خواهر غریب مادر عزیز خواهر غریب مادر بگو عزیز خواهر غریب مادر عزیز خواهر غریب مادر یک گوشه گودال مادر دیدم من یک گوشه گودال مادر دیدم من که رفته بود از حال در رسیدم من در رسیدم من صدا زده من را خودم شنیدم من صدا زده من را خودم شنیدم من صدای رگهات بود در رسیدم من در رسیدم من به سمت گودال از خیمه دویدم من شم جلوتر بود در رسیدم من در رسیدم من عزیز خواهر غریب مادر غریب مادر غریب مادر غریب مادر
سر تو دعوا بود ناله کشیدم من، سر تو دعوا بود ناله کشیدم من، سر تو را بردن در رسیدم من، در رسیدم من. عزیز خواهر غریب مادر، عزیز خواهر غریب مادر، عزیز خواهر غریب مادر، غریب مادر، غریب مادر. اما می بردن، اما ما تو بردن در رسیدم من، شمشیر تو بردن در رسیدم من، در رسیدم من. 70 خزانون نفس بریدم من، 70 خزانون نفس بریدم من، پیراهنو بردن در رسیدم من، در رسیدم من. بابوس از رگهات به خون تپیدم من، میان خاک و خون در رسیدم من، در رسیدم من. عزیز خواهر غریب مادر، عزیز خواهر غریب مادر، عزیز خواهر غریب مادر، عزیز خواهر غریب مادر. هرچی او به من بگو که چه چاره کنم، با این بدن هزار پاره چه کنم. مجلس امشب مال جوانان است، به نام علی اکبر ابی عبدالله. بر لرزش دست من عدو